گوشت که به دردت میخوره. یک زمان یک نفر میره به خاطر دزدی کردن. زمانی که در دیوال نفر صاحب خانه بالا میشه، از دیوال پایین میفته و پایش میشکنه. خب بالاخره دوست میره عرض میکنه بالا صاحب خانه، میگه ما به دزدی کردن شبنگام رفتم، دیوالش کج بود، پایین افتیدم، پایین میداشت. قاضی شهر میگه زود کرده برای من صاحب خانه را بیارید. زمانی که صاحب خانه را میارن، صاحب خانه را میگه چرا دیوار کج بالا کردی؟ دست بالا رفت، از دیوارت به خاطر کج بود پایین افتید، پاش میداشت. صاحب گناه مده چی هست؟ بنا را بگو، معمار را بگو، ببخشید معمار را بگو. تمام ملامتی را سر معمار مندازه، میگه معمار کج بالا کرده دیواره. زمانی که معمار را میارن، میگه صاحب شما چرا دیوار کج بالا کردید؟ دزد به خاطر دزدی کردن رفت، به خاطر که دیوار کج بود پایین افتید، پاش میده شد. صاحب میگه گناه من نبود، دیگه هیچ گناه من نیست. زمانی که من دیوار آباد میکردم، زن همسایه تیر شد، کالای مقبول پوشیده بود، جلب توجه شد، نتونستم دیوار رئیس ببرم. میگه الا زود کرده برای من زن همسایه را بیارید. زمانی که زن همسایه را میارن، میگه تو چرا کالای فیشنی پوشیدی؟ معمار فکرش طرف تو رفت و دیوار کج بالا کرد، دزد به دزدی رفت و از دیوار بالاخره افتید و پاش پیدا شد. میگه قاضی صاحب گناه مده چی هست؟ میگه گناه از بزاز است که همچون تکای فیشنی میفروشه بالای ما. میگه الا بری بزاز بیاری برای من. زمان تکه فروش اون بزاز که میرن، بزاز بیچاره تیران میمونه، از خود دفاع کرد نمیتونه. میگه زود کده دار بزنید بزاز. زمانی که بزاز پیش دار میبرن، قد بزاز پخش میباشه، در اجتماع سیل میکنه. قاضی یک قد بلند میگه میاری بیاری بجایش. یک قد بلند میارن، بیگناه قد بلند بیچاره چی میکنن؟ اعدام میکنن. حکایت امروز از اجتماع امروزی است. اصل مقصر ما همیشه میمانیم گناهکار، میمانیم افراد بیگناهی را جزا میدیم. افرادی که زبان ندارن، از خود دفاع کردن نمیتونن، از حق و حقوق خود دفاع کردن نمیتونن، مجازات همین اشخاص میشن. پس دوستان عزیز، در زندگی از دوستتان، از برادرتان یک کلمه را در ذهنتان بسپارید که نیگفتن یاد بگیرید، از خود دفاع کردن یاد بگیرید. زمانی که شما خاموش میمانید در بعضی از مسائل، از خود دفاع کردن نمیتونید، جایی است که شما را مقصر میدانند، گناهکار میدانند، نفر اصلی را اصلا در جایش میمانند و شما مجازات میشید. اگر از همچون حکایت ها و داستان ها خوشتان میآید، لطفاً برادر کوچکتان حمایت کنید. ما در خدمتتان هستم و نظریاتتان را در کامنت 100% بنویسید. و السلام.